فست فود و غذاهای آماده زیاد میخری؟ دوست داری غذاهای سالم بخوری و نمیدونی رژیم غذایی سالم چجوریه؟ پس این ویدیو برای توه. با من همراه باش که قراره 10 تا از بهترین رژیم‌های غذایی رو بگم تا بتونی لایف استایل جذابی داشته باشی. یک رژیم غذایی سالم و تغذیه مناسب باید شامل تنوعی از مواد غذایی غنی از مواد مغذی باشه که بدن رو از تمامی نیازهای لازم تامین کنه. راهکار آخر یکی از آسان‌ترین است. شماره 1: مصرف میوه‌ها و سبزیجات. سعی کنید هر روز حداقل 5 وعده میوه و سبزیجات مختلف مصرف کنید. آنها حاوی ویتامین‌ها، مواد معدنی و الیاف‌های غذایی هستند. شماره 2: مصرف محصولات گندم. در انتخاب نان، سبوسدار و غلات با محتوای گندم کامل را انتخاب کنید. این محصولات حاوی فیبر بیشتری که برای سلامت دستگاه گوارش مفیدند. شماره 3: مصرف منابع پروتئین. ماهی، گوشت سفید، مرغ، تخم مرغ، لوبیا، نخود و سویا میتونن منابع خوبی برای پروتئین باشن. سعی کنید این منابع رو به صورت منظم در رژیم خود قرار بدید. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و بعد لایک کنید. شماره 4: مصرف محصولات لبنی. شیر، دوغ، ماست، پنیر به عنوان منابع خوبی از کلسیم، پروتئین و ویتامین‌های گروه B محسوب میشن. در صورتی که قادر به مصرف محصولات لبنی نیستید، سعی کنید به جای آنها انتخاب‌های دیگری مثل سویا میل کنید. شماره 5: مصرف کربوهیدرات‌های سالم. جایگزین کردن کربوهیدرات‌های پر آرد و پرشکر با کربوهیدرات‌های پیچیده و پرفیبر مانند غلات کامل، نان سبوسدار و سبزیجات بهتره. این کربوهیدرات‌ها باعث افزایش طولانی مدت قند خون نمیشن و انرژی پایدارتری را به بدن میدن. شماره 6: مصرف روغن‌های سالم. روغن زیتون، روغن کانولا و روغن‌های گیاهی دیگر که چربی‌های کمتری رو دارند بهترین گزینه‌ها برای استفاده در آشپزی هستند. شماره 7: مصرف مواد غذایی پرفایده. برخی مواد غذایی مانند گردو، بادام، تخم کدو، تخم کدان و آووکادو بسیار سالم هستند و به عنوان منابع غنی چربی‌های سالم و مواد مغذی مورد توجه قرار می‌گیرند. سعی کنید این مواد غذایی رو به رژیم غذایی خودتون اضافه کنید. اگه تا اینجا تهیه مواد غذایی براتون سخت بوده، راهکار آخر آسان‌ترینشونه. شماره 8: محدود کردن مصرف قند و آب نبات. سعی کنید مصرف قند و شیرینی‌ها رو محدود کنید و از میوه‌ها به عنوان جایگزین طبیعی استفاده کنید. همچنین میزان مصرف آب نبات را کاهش بدید. شماره 9: کاهش مصرف نمک. مصرف بیش از حد نمک میتونه به مشکلات سلامتی منجر بشه. سعی کنید مصرف نمک رو کم کنید و به جای اون از ادویه‌های طبیعی مانند زردچوبه، زعفران، فلفل سیاه و سایر ادویه‌ها برای افزودن به طعم غذا استفاده کنید. و در آخر شماره 10: مصرف آب کافی. حداقل 8 تا 10 لیوان آب در روز مصرف کنید. آب برای حفظ رطوبت بدن و عملکرد صحیح اعضای بدن بسیار مهمه. و در آخر مهمتر از همه بهتره با یک تغذیه شناس یا متخصص تغذیه مشورت کنید تا برنامه غذایی سازگار با نیازهای شما رو تنظیم کنه و با شما در این مسیر برای رسیدن به یک رژیم غذایی سالم همراهتون باشه. حالا شما چطور؟ رژیم غذایی سالم دارید؟ کدوم رژیم غذایی رو بیشتر دوست داشتی؟ حتما تو کامنت برام بنویس. مرسی که تا اینجا همراه هم بودید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.